صدف واژه‌ای فارسی تاجیکی است. در فارسی میانه، فارسی باستان و اوستا واژه‌ای صد به معنی صد یعنی عدد صد کاربست شده است. تا نوروز 50 روز است و 50 شب، یعنی 20 روز از ماه بهمن و 30 روز از ماه اسفند. صدای فرخی ما باز هم سفری کشوری صاحب استقلال ما را کرد و باید ما همه ساله چون جشن نوروز و مهرگان آمدنش را با عشق و شادباشی بیشتر، محبوبیت و صداقت ارزنده‌تر و با آغوش بازتر استقبال نماییم، زیرا سرسبزی و خرمی مرد دهقان از جشن صدف ابتدا پیدایش آتش و شاهی پادشاهی هوشنگ ارتباط دارد. در اسطوره هوشنگ کشف آتش ضروریت مردم را به آتش و روشنی دعوت کردن است، یعنی صدف نوری خورشیدی است از سردی به سوی گرمی تا آستانی گلفشانی نوروزی عالم افروز. نهاد اندر آن مرزی آتش کده بزرگی نوروز و جشنی صدف. هوشنگ آمد به ما جشنی صدف، جشنی شاهانی خراسانی بزرگ. آتشی که در صدف روشن شود هست رمزی روحی مردانی بزرگ. خیز تا جشنی صدف برپا کنیم، رسمی اجدادی خود احیا کنیم. روش گرم و بوش نرم و خوش خوب، مژده بخشی بختی پیروز است او. سبز دامن از تو گلگردان صدف، پیشگامی جشن نوروز است او. خیز تا جشنی صدف برپا کنیم، رسمی اجدادی خود احیا کنیم. جشن نور است و ضیا و توی و سر، جشن خورشید است این جشن صدف. دور امن و ملک امن و خلق شاد، دور جمشید است این جشن صدف. خیز تا جشنی صدف برپا کنیم، رسمی اجدادی خود احیا کنیم.